حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدواریم که در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا از سوالهای SMS بینندگان برنامه را آغاز میکنیم. اولین بیننده پرسیدن که آیا در آخرت ادامه نسل وجود دارد یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در این هیچ گونه شکی نیست که در روز قیامت بالاترین نعمتها را الله متعال به مؤمنان عنایت خواهد کرد. آنچه را که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه هم قلبی تصور آن را کرده، الله متعال نعمتهای فراوانی را برای مؤمنان و برای اهل بهشت در نظر گرفته است. و هر چیزی را که انسان مسلمان در روز قیامت تصور بکند یا مطالبه بکند، انشاءالله که الله متعال به اون خواهد داد. منتها طبیعت انسانها که در دنیا چه طبیعتی رو دارند نمی شود گفت که در قیامت این گونه مثلا طبیعتشون این هست. چه بسا انسان در دنیا مثلا به خاطر انحراف سرشت و فطرت خودش یک سری مواردی رو که غیر شرعی هستند، غیر اخلاقی هستند، غیر دینی هستند، نامشروع هستند، این گونه موارد را آرزو بکنند. اما در روز قیامت این گونه نیست. و دیگر نعمت‌هایی که جز لذت‌ها باشند، جز نعمت‌هایی باشند که استفاده می‌کند انسان در روز قیامت و متضاد با سرشت و طبیعت بشری نیست و با حنیفیت متضاد نیست، انشاءالله که الله متعال تمامی این نعمت‌ها را به انسان‌های مسلمان خواهد داد. اما در مورد و در این خصوص که آیا در بهشت تناسل وجود داره، آیا زاد و ولد وجود داره در روز قیامت، با توجه به روایاتی که در این زمینه آمده اختلاف دیدگاهی وجود داره در میان علما. و زیرا که روایاتی که در این زمینه وجود دارد، یعنی با توجه به تصحیح و تضعیف این روایات، به طور مثال روایتی هست در سنن ترمذی از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که در این روایت ایشان میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در قیامت زمانی که مؤمن آرزوی فرزند میکند، اذا اشتهى المؤمن اذا اشتهى الولد فی الجنه، زمانی که مؤمن در بهشت آرزوی فرزند میکند، کان حمله و وضعه و سنه فی ساعه، که هم حملش و هم وضع حملش و هم سنش همه در یک ساعتی اتفاق میافتند. یعنی هم این که دوران بارداریش و ولادت و زایمانش و همچنین دورانی که بزرگ می شود و به سن معمولی که اهل بهشت هستند، یعنی 30 سال که می رسند، تمام این در یک لحظه اتفاق می افتند. و این روایت رو شیخ البانی رحمت الله علیه اینو گفتند که صحیح هستند، تصحیح کردند این روایت رو.
و همچنین ابن قیم رحمت الله علیه با اینکه نظرشون این است که در روز قیامت بچه وجود ندارد، یعنی این تناسل و توالد وجود ندارد، اما بازم در مورد این گفتند که این روایت صحیح است، این علی شرط صحیح است و اضافه کرده ولکنه غریب جدا، اما خیلی یعنی غریب هست این روایت. و بدین خاطر و شیخ ابن قیم رحمت الله علیه نظرش این است که در روز قیامت فرزندانی وجود ندارد و در این زمینه هم روایتی هست که در مسند احمد هست از ابی رزین عقیلی یا عقیلی روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان اهل الجنه لا یکون لهم فیها ولد، که اهل بهشت در بهشت فرزندانی نخواهند داشت، یعنی اینکه زاد و والدی در اون زمان وجود نداشته باشه. و این قول دوم را شیخ ابن قیم رحمت الله علیه اینو تقویت کردند و دلایلی رو آوردن، توجیهاتی رو آوردن در کتاب خودشون و گفتن که این قول دوم در واقع ترجیح دارند. اما با توجه به عمومیاتی که در شریعت اسلامی وجود دارد در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر آرزوی مباح و جایزی در روز قیامت جایز هست و الله متعال به اون ترتیب اثر میدهد، انشالله امیدواریم هر چی را که مؤمن بخواهد در روز قیامت به الله متعال عنایت بکند. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که اطفال کوچک، نوزادان یا اطفالی که قبل از تولد مردن و مردمانی که خیلی پیر هستند روز قیامت در چه حالتی، یعنی در چه حالت جسمی دوباره زنده می شوند و افرادی که در سنین مختلف که داخل جنت شوند چجوری به زندگی ابدی خود ادامه میدن؟ در این مورد تمام اهل علم اتفاق نظر دارند که اطفال مسلمانان که میمیرند، یعنی کسانی که در اونها روح دمیده شده و به دنیا آمدند از پدر و مادر مسلمانی و قبل از بلوغ فوت کرده باشند، اینها الله متعال یک نوع کرامتی به اینها میبخشد و همه اینها رو اهل بهشت هستند انشاءالله. یعنی تا زمانی که مکلف نبودند و قبل از سن تکلیف از دنیا رفتند، الله متعال اونها را میبخشد و اهل بهشت خواهند بود. این تقریبا یک نوع اجماعی هست، اتفاق نظری هست در میان اهل سنت و الجماعت و روایت هایی هم در این زمینه وجود دارند، مانند روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که صغارهم دعامیس الجنه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این روایت صغار مؤمنان را، یعنی کسانی را که نوزادان مؤمنان را، کسانی که در حالت طفولیت از دنیا میروند، اینها را گفته که جزء اهل بهشت هستند در واقع. و اهل بهشت سنی را که وارد بهشت میشوند همشون به صورت در سن جوانی وارد بهشت میرن، یعنی کاملترین سنی که انسان دارد همون سن 30 سالگی، به مانند چه پیر و جوان هر کسی در دنیا رفته یا کودک هم که باشند به همین سن اصلی، یعنی همون سن جوانی که 30 سال هست انشاءالله وارد بهشت میشوند. و جالب هست که در یکی از مزاح‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم این ذکر شده که پیرزالی در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شوخی فرمودند که پیرزال وارد بهشت نمی شود. ایشون هم جدی گرفته بودند و ناراحت شد و بگه افسرده شد. بعدا رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه شد که ایشون این پیرزال حرف رو جدی گرفته. ایشون فرمودند که علتش این است که جوان میشوند و به بهشت میروند. انسان در حالت کهولت سن و با پیری و با این عیب و ایرادی که در واقع در دنیا دارد، چه بسا فلج باشد و نقص عضوی داشته باشد، این گونه به بهشت نمیروند بلکه سالم میشوند، بهترین صحت را و جوان میشوند و در حالت جوانی وارد بهشت خواهند شد. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان و از کارگردان عزیز آقا رفیق خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن از الان تماس بگیرن لطف کنن سوالها را آماده بکنن یا بنویسن و فقط از طریق گوشی و تلفن با ما صحبت بکنن، منتظر نمونن که صداشون در تلویزیون بشنون بعد صحبت بکنن. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که آیا گذاشتن اسمهای ملائکه مانند جبرائیل بر روی فرزندان کار اشتباهی است؟ من دوست دارم که با گذاشتن اسم ملائکه کرام وارد گناه نشوم. خواهری از لندن این سال پرسیدن. در این زمینه انسان باید سعی بکند که بهترین اسم رو برای فرزندان خود انسان انتخاب بکند که انسان یعنی اسمهایی نباشند که معنی بدی رو داشته باشند یا این که در واقع یک نوع
عیب و ایرادی در آینده برای فرزند بشود یا اینکه انگشت نما باشد در جامعه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بهترین و محبوبترین نامهای شما عبدالله و عبدالرحمن هستند، یعنی نامهایی که بیانگر عبودیت به الله متعال باشند. و نامهای فرشتگان هم گرچه در این زمینه ممنوعیتی وارد نشده که جایز نباشه که نامهای در واقع فرشتگان رو بگذارند، ممنوعیتی در این زمینه وارد نیست، اما نامهایی که معمولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب کردند معنی خوبی رو دارد، بیانگر عبودیت الله متعال هست، این نامها اولویت دارند و برتر هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن مادر در نزد فرزندان بالغش چگونه باید ستر کنند؟ در حریم خانواده یعنی ستر و حجابی لازم نیست، یعنی پرده‌ای که به قول معروف که در میان مردم معروف هست که پوشیدن سر و گردن و دست باشه، اینها در حریم خانواده در واقع نیست، اینا برای نامحرم هست و فرزندان ولو اینکه بالغ باشند محرم هستند. در جلوی فرزندان در داخل منزل هیچ گونه اشکالی ندارد که مادری سرش، گردنش و دست و پاش در واقع برهنه باشد، هیچ گونه در واقع حرمتی در این زمینه نیست و گناهی هم ندارد. درست. جزاکم الله خیر. آیا گفتن صدق الله العظیم در وقت انتهای تلاوت قرآن درست است؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی ثابت نشده و همچنین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی ثابت نیست که بعد از اتمام تلاوت صدق الله العظیم یا صدق الله العلی العظیم گفته باشند و این جزء آداب تلاوت قرآن هم نیست و اگر کسی این رو لازم بداند و جزء یعنی الزامی داشته باشند بر این، در واقع جزء بدعت هایی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه موردی رو نداشته. اتفاق افتاد که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه گفتند که برای من قرآن تلاوت بکن. ایشون تلاوت کردن. در مورد آغاز تلاوت الله متعال به ما فرموده که وقتی که شما میخواید قرآن رو تلاوت بکنید استعاذه بکنید، فاستعذ بالله، یعنی این که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در واقع بخوانید یا بسم الله الرحمن الرحیم را. اما در مورد انتهای قرائت چنین چیزی وارد نشده. و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قرآن خوندند برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایشون میشنیدند و میگوید وقتی که من سرم را بلند رسول الله صلی الله علیه وسلم به من فرمودند حسبک، بس هست دیگه. در این روایت نیومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم بهشون گفته باشند که بگو صدق الله العظیم، یا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صدق الله العظیم در واقع گفته باشه. گرچه معنی این جمله درست است، صدق الله العظیم، یعنی الله متعال راست فرمودند، یک تأییدی هست برای آیات قرآن بعد از تلاوت، اما جایش در اینجا نیست و این صدق الله العظیم هم از رسول الله و صحابه در واقع نقل نشده، با وجود این که خیلی در واقع قرآن میخوندند، حلقات ذکر و حلقات قرائتی رو در واقع داشتند و احیانا رسول الله برایشون میخوندند یا صحابه برای رسول الله یا برای همدیگر میخوندند. در هیچ جایی از سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی نقل نشده. التزام به آن و آن را جز آداب تلاوت دانستن یک بدعت است که در شریعت اسلامی اساسی ندارد. جزاکم الله خیر. تماس بینندگانم وصله و باز مجددا حرفم رو تکرار میکنم، از بینندگان عزیز خواهش میکنم لطف کنن که از طریق گوشی و تلفن با ما صحبت بکنن و منتظر نباشن تماسشون تو تلویزیون پخش بشه بعد صحبت بکنن، چون صدا دیر میاد به تلویزیون. اولین بیننده رو وصل کنید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم بیننده گرامی. من با امیر عبدالقدوس تلفن یک سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ سوال نوبتی من برای عبدالقدوس تلفن این است که امیر رنگ کردن سر امیر چی من داره برای مردم لازم است؟ بخشین صداتون واضح نیست، صداتون خش داره، مشکل داره. رنگ کردن موی سر؟ بله، رنگ کردن موی سر. بله. امیر یکم گناه کبیره چی گناه امیر اگر کبیر بکنه اسپورت بکنه بعد برای سعودو یک خروج موندن درست است در اسلام یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما بیننده گرامی.
تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. دارن تماس مشکل پیدا کرده. جناب مولانا همین سوال بیننده رو بپرسیم یا به سوال مثل بیننده پرسیدن که رنگ کردن موی سر آیا جز گناهان کبیره است یا نه و استفاده از رنگ سیاه همون سودا که گفتن چوب میده. در تقسیم گناهان به گناه کبیره و گناه صغیره علما نظرش این است که گناهانی که در شریعت اسلامی برای اونها یا حدی لازم شده، یعنی یک حدی تعریف شده که اگر فلان کار رو انجام دادید مجازاتش این از این حدود شرعی و مجازات های شرعی وجود دارد، این یا حدی در مورد اون ثابت شده باشد یا لعن و نفرینی از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفته باشد یا وعیدی صورت گرفته باشد که در روز قیامت چنین و چنان خواهند شد. هر گناهی که در دنیا مجازاتی داشته باشد، مانند سرقت که قطع کردن دست هست یا شراب خوردن یا بقیه مواردی که شلاق دارن، هر گناهی که در دنیا مجازاتی در شریعت اسلامی برایش باشد یا این که در مورد آن از جانب الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن و نفرینی وارد شده باشد یا این که در روز قیامت یک وعیدی و یک عذابی رو الله متعال در نظر گرفته باشد و در روایت این آمده باشد، این نوع گناهان بهشون گفته می شود گناه کبیره. گناهان کبیره این گناهانی هستند که در مورد اونها این وعید و این مواردی که عرض کردم این شرایط در اون باشد. اما رنگ کردن موی سر هیچ گونه وعیدی در موردش وارد نشده، نه گناهی در دنیا برایش در نظر گرفته شده، نه حدی دارد و نه هم که وعیدی در این زمینه آمده و نه لعن و نفرینی در این زمینه در واقع به ثبوت رسیده. و روایتی که در صحیح مسلم هست و در مورد حضرت پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادن غیروا هذا الشیب، که این سفیدی مویش را در واقع این تغییر بدید، یعنی رنگ بکنید موی سرش را. وقتی که اون را آوردند که اسیر شده بود دیدند که سرش سفید است و مسلمان شد الحمدلله پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ایشون فرمودند موی سرش را رنگ بکنید و در ادامه روایت اومده جنبه و سواد، از رنگ سیاه پرهیز بکنید. اما این روایت بنابر اقوال برخی از محدثین مدرج هست، یعنی جنبه و سواد جز اصل روایت نیست. بنابراین رنگ کردن موی سر برای مرد یا برای زن هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، ولو این که موی به رنگ سیاه هم باشد، حتی رنگ سیاه هم اشکال شرعی ندارد، مگر در صورتی که برای تلبیس باشد، برای فریبکاری دیگران باشد. مردانی که برای خواستگاری می رود و میخواد که یعنی سن خودش رو مثلا تغییر پنهان بکند و خودش رو جوان جلوه بدهد، اون یک مورد دیگری هست. اما کسی که همه میدونن سن و سالش مشخص هست و قصدی هم برای فریفتن دیگران ندارد، از نظر شرعی رنگ کردن با رنگ سیاه هم اشکال شرعی ندارد و جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که از سوال‌های SMS پرسیدن، سوالشون گفتن که آیا گذاشتن دندان طلا درست است یا نه؟ بله، در مورد طلا چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که ایشون طلا رو و ابریشم رو در دستان خودشون گرفتند و فرمودند که این دو مورد برای زنان امت من حلال هستند و برای مردانشون حرام هستند. این در مورد استفادهشون به عنوان حولی و به عنوان زیور آلات هست که استفاده این موارد برای مردان در واقع جایز نیست. این استفاده طلا اون گونه که زن از اون استفاده می کند، یعنی به عنوان زیور آلات، انگشتری باشد، علنگو باشد یا اینکه به صورت ساعت باشد یا گردنبند باشد، اینها برای مردان استفاده کردنشون جایز نیست. اما در موارد دیگر استفاده کردنش جایز است و اشکال شرعی ندارد. من جمله از این موارد گذاشتن دندان طلایی هست یا دندان نقره و یا بقیه موارد باشد، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و گذاشتن و در واقع درست کردن دندان از طلا هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد و جایز است. درست. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی سوالشون اینطوری مطرح کردن، گفتن کسی که نماز را به شوخی رها کند چه حکمی دارد؟ نماز اساسی ترین حکم شریعت اسلامی هست و تمسخر به شریعت اسلامی و به احکام اسلامی اگر دیده و دانسته باشد این کفر آور هست. یعنی انسان کافر می شود که اگر دین الله را و شعائر و عبادات الهی را به مسخره بگیره. اما اگر کسی از روی جهالت و از روی نادانی چون این کاری رو کرده باشد، گناه نیست، ببخشید یعنی کفر نیست، منتها جزء موارد گناه شمرده می شود، زیرا که یک نوع بی احترامی و بی حرمتی به نماز هست و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که نماز می‌خواندند آرامششون و حضور قلبشون در بالاترین درجه بوده و هیچ کسی حتی در فکرش مشوش نمیشد و فکرشون در واقع به جای دیگر نمیرفت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اونگونه که در روایت اومده وقتی که به صف نماز ایستادند قلبهایشون و دلهایشون مانند دیگی که بر روی آتش باشه صدا میکرد، یعنی غلغلی داشت از بس که یعنی در حضور قلب داشتند، معنویت داشتند و گریه میکردند در نماز خودشون و متاثر میشدند از حالت نماز. این گونه در واقع نماز میخوندند. به شوخی گرفتن نماز در واقع اگر کفر نباشد حداقلش این است که یک گناه بسیار بزرگی هست و اگر از روی عمد باشد، دیده و دانسته باشد و به منظور تمسخر به حکم شریعت اسلامی باشد، در این صورت حکمش همون حکم کفر هست. اگر به شوخی هم که باشد انسان باید از چنین شوخی پرهیز بکند و استغفار بکند به پیشگاه الله متعال. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که برای دوری از وسوسه های شیطان در هنگام خواب باید چه کارهایی انجام بده؟ در هنگام خواب یا در حالت غیر خواب یا در حالت نماز، در حالت عادی، شیطان خودش در واقع وسواس است، وسواس الخناس خود شیطان هست یا بقیه انسانهایی که در واقع انسان را وسوسه میکنند به ظاهر به طرف گناه، یعنی اعمالشون، گفتارشون انسان را در واقع وسوسه میکنند و برای حفاظت ماندن از وسواس شیطان که در واقع این وسواس رو تخلیل بدهد، کمتر بشود، بهترین راه پایبندی به اذکار و اوراد شبانه روزی هست، اوراد صبح و شام هست، اذکاری که در این زمینه آمده انسان باید اونها را همیشه بخواند، خصوصا بعد از نمازها. اذکاری که هست اینها را انسان همیشه باید مراعات بکند و بخواند، حضور قلب بیشتری رو داشته باشد، تدبر بکند در آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، خودش را به موارد علمی و به نکات علمی بیشتر عادت بدهد تا اینکه این وسوسه ها به صورت کلی از قلب انسان در واقع خارج بشوند. اما در هنگام خواب بهترین مورد همون عرض کردم که اذکار خواب هستند، اذکار مسا هستند و اون گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل می‌کردند، یعنی قبل از خواب معوذتین را و قل هو الله احد را می‌خوندند و در دستای خودشون یعنی به این صورت دست‌ها رو می‌گرفتند و میدمیدند بر دست‌های خودشون و دست‌ها رو بر تمام بدن خودشون مس می‌کشیدند و انسان سعی بکند که همیشه در حالت وضو بخوابد، همیشه با وضو باشد و در حالت وضو بخوابد و آخرین کاری که می‌کند همون ذکر الله متعال باشد، اوراد و اذکار باشند. انشالله به این گونه خوابش در واقع راحت‌تر خواهد شد و این افکار و در واقع خواب‌های بدی که انسان می‌بیند حداقلش این است که اگر به صورت کلی از بین نرود اما تقلیل حتما می‌یابد. درست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که در منطقه ما بعضی‌ها خودشون را بیمه می‌کنند. خواستم ببینم این کار جایز است یا نه؟ بیمه کردن از نظر بیمه عمر شاید کلا دیگه بیمه عمر باشد یا بقیه انواع بیمه‌هایی که وجود دارند، به صورت کلی این بیمه یک نوع ربا و یک نوع قمار هست. وقتی که در اصلش ما نگاه میکنیم یک نوع قمار در واقع شمرده میشه. یک فردی میاد خودش را بیمه میکند یا در واقع اموالش را بیمه میکند یا ماشینش را بیمه میکند، هر مورد دیگری که هستن، یک مبلغی را به یک شرکتی پرداخت میکند در مقابل این که شرکت در هنگام حوادث در واقع از این فرد پشتیبانی بکند یا
یا ضرر و زیانی که به اون رسیده این رو جبران بکنند. خب چه بسا اون مبلغی که شما میدهید بیشتر از مبلغی باشد که شما در واقع دریافت میکنید، یا چه بسا که خیلی کمتر باشد، ضرر و زیانی که شرکت به شما میدهد خیلی زیاد هست و اون مبلغی که شما به عنوان بدل بیمه و قیمت بیمه دادید خیلی در واقع کم باشه. بدین خاطر است که اصل در بیمه حرام بودن هست. اصل در بیمه حرام بودن هست. انسان نباید که اقدام به بیمه بکنند مگر در صورتی که مجبور باشد، مگر در صورتی که مجبور باشد، اختیاری را از خودش نداشته باشد، مانند بیمه کردن ماشین که در بسیار از کشورها بیگونه‌ای هست که اگر ماشین را بیمه نکنند، خصوصا بیمه شخص ثالث، در واقع نمیتونند که رانندگی بکنند یا اصلا اجازه تردد به اونها داده نمیشوند. این صورتی که صورت‌هایی هست که انسان مجبور هست به اجبار این کار را انجام میدهد و گناهی در این زمینه بر انسان مترتب نمیشد، برگردنش نیست. اما بقیه بیمه هایی که به اختیار خود انسان هست و خودش برای جلب منفعت یا دفع مضرت میرود خودش را بیمه میکند و هیچ فشاری و اجباری بر رویش نیست، این بیمه ها از نظر شرعی جایز نیستند. انسان مسلمان باید از اونها هم پرهیز بکند. و من جمله بیمه تامین اجتماعی هست یا بیمه در واقع پزشکی هست که در برخی از کشورها مانند ایران چه بسا که از جانب دولت یک نوع در واقع یارانه‌ای تعلق بگیرد که به دوا و درمان و دارو این مسائل که اونها را از طریق بیمه بخواند به مردم اعطا بکنند. کسی که بیمه نداشته باشد عملاً از این در واقع کمکی که از جانب دولت شده چه بسا که محروم بماند. بسیار از علما در داخل ایران و مجامع فقهی این فتوا را دادند که به خاطر نیاز شدید مردم و به خاطر کمک هایی که دولت فقط از این طریق به مردم میدهد گفتند که این مورد در واقع جایز است. اما بقیه مواردی هستند که حرام هستند و انسان مسلمان باید از اونها پرهیز بکنه. درست، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که اگر وسایل خانه را به صورت اقساطی بگیریم که فروشنده مبلغی را اضافه میکند، این کار جایز هست یا نه؟ بله، معامله قسطی و یا نسیه یکی از معاملات مشروع هست و جایز هست، اشکال شرعی ندارد. منتها از نظر اصلی باید نوع این معامله باید مشخص باشد. یعنی یک مغازه‌ای هست و فروشگاهی هست که کالاها را هم به صورت نقدی می‌فروشد و هم به صورت قسطی و نسیه می‌فروشد. برای هر یکی قیمتی رو مشخص بکند. قیمت نقدش این اندازه هست و قیمت نسیه و قسطیش این اندازه هست و در هنگام معامله باید مشخص باشد که این معامله نقدی بوده یا معامله قسطی بوده. اولا که نوع معامله باید مشخص باشد. اگر از همان ابتدا قسطی خریده هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز است، به شرط این که از همان ابتدا قسطی باشد و به شرط این که به خاطر دیرکرد در واقع بر قیمت اضافه نشود. یعنی این که اگر تا 3 ماه اینو پول رو دادید خب بی حساب میشین، اما اگر سر موعد پرداخت نکردید یک مبلغی رو فروشنده اضافه بگیرد، این در واقع حرام هست. هم نوعش مشخص باشد، این گونه نباشد که اگر تا 1 ماه آوردی نقدی حساب میکنم، اگر بیشتر از 1 ماه تأخیر کردی من نسیه حساب میکنم و یا قسطی حساب میکنم بیشتر میگیرم، این گونه نباشد، مشخص باشد یا نقدی یا قسطی. و شرط دومش این است که به خاطر تأخیر در پرداخت قسط ها هیچ گونه در واقع عوارض دیگری یا اضافه‌ای بر قیمت بر اون تعلق نگیرد. اگر با این شرایط انجام بگیرد معامله قسطی جایز هست، ولو اینکه قیمتش اضافه تر از قیمت نقدی نباشد. یک نکته دیگر هم که در اینجا مهم هست و این اضافه قیمتی که در معاملات قسطی میگیرند این بر اساس محاسبه سود پول نباشد که مثلا قیمت فلان کالا این اندازه هست و این قیمت و اگر 1 سال بماند یا 6 ماه بماند سودش این اندازه می شود، پس بنابراین قیمت کالا 6 ماه این اندازه هست. این گونه نباشد. یک قیمتی رو مشخص بکنند که 3 ماه من این اندازه میدن، قیمت ها مشخص باشه، قسط 3 ماهه 6 ماهه به طور مثال قیمتی رو مشخص بکنه، محاسبه بر اساس اصل پول و سود پول نباشد. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا خود ارضایی جایز است یا نه؟ عموم فقهای اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که خود ارضایی یک نوع گناه هست و جایز نیست
و رسول الله صلی الله علیه و سلم جوانانی رو که توانایی فرمودند که من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کسانی که توانایی دارند از نظر مادی و موقعیت فراشون فراهم هست که ازدواج بکنند، حتما باید ازدواج بکنند و هر کسی که نمیتواند که ازدواج بکنند راهش این است که روزه بگیرد. روزه گرفتن شهوت و غریزه جنسی رو در واقع کاهش میدهد. این راه و روش در واقع شرعی و مناسبی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون انسان را راهنمایی کردند. بدین خاطر هست با توجه به آیات قرآن کریم و روایاتی که در این زمینه وجود دارند که انسان‌های والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، که کسانی که شرمگاه خود را حفظ می‌کنند مگر به در دو مورد، یعنی ازواج، یعنی کسانی که همسر دارند با همسر این عمل رو انجام میدهند، یا زمان قدیم که در واقع حکم برده بوده و کنیز داشتن مردم. این دو مورد رو قرآن ذکر کرده، غیر از این رو الله متعال در واقع ذکر نکرده. از این استنباط کردن بسیار از علما که خود ارضایی یکی از انواع گناه هست و ناجایز هست، منتها در صورتی که انسان در واقع در میان زنا یا خود ارضایی در واقع مخیر باشد که اگر خود ارضایی نکند 100% به این معنی هست در یک محیطی قرار گرفته که چه بسا منجر به زنا بشوند، در اونجا دی اخف الضررین رو انتخاب بکند، گرچه گناه باشد و ناجایز هست، همون موردی رو که گناهش کمتر هست انسان از نظر شرعی باید اون مورد رو در واقع انتخاب بکند. به این خاطر است که من همیشه تعبیرم در این زمینه این بوده که خود ارضایی یک نوع عادت غیر اخلاقی و غیر فطری هست. جزاکم الله خیرا. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي. آنان که ربا میخورند همانند کسی از قبر خود برمیخیزند که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است، زیرا میگفتند خرید و فروش مانند رباست، حال آنکه الله خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. بنابراین هر کس که پس از رسیدن فرمان پروردگارش از این عمل باز آید، آنچه پیشتر کسب کرده از اوست، و کسانی که دوباره به رباخواری بپردازند دوزخی‌اند و برای همیشه در آتش خواهند ماند. الله ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و الله هیچ انسان ناسپاس و گنهکاری را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است،
بنازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بن ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور، وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که در مورد بدعت حسنه لطفاً راهنمایی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصطلاح بدعت حسنه اصطلاح در واقع زیبایی نیست. تمامی بدعت های سیئه هستند و بدعتی که در واقع بدعت حسنه باشه و مورد تأیید باشد، چنین بدعتی در واقع ما نداریم. تمامی انواع بدعت ها در واقع ضلالت هستند و گمراهی هستند و انسان مسلمان باید از تمام بدعت ها و مواردی که نوپیدا هست در دین باید اجتناب بکنن. در مرحله اول باید خود بدعت رو، تعریفش رو انسان باید مد نظر داشته باشد که بدعت چی هست. امور زندگی که در واقع برای ما هست و همیشه ما در زندگی خودمون مراعات میکنیم، ابزار و اسبابی که استفاده میکنیم، مانند این که در زندگی خود ما، یعنی ماشین هست و نمیدونم وسایل زندگی هستند که استفاده میکنیم، در قبلا اینها نبوده. هیچی که از اینها به معنی مفهوم بدعت نیستند. اینها در مفهوم بدعت وارد نمیشوند. بدعت از نظر شرعی و اون چیزی که ما در مرادمون هست وقتی ما میگیم که تمامی انواع بدعت ها ضلالت هستند، بدعت یعنی روشی که در دین ایجاد شده، یک روشی، یک گونه عبادتی که در دین ایجاد شده که هیچ گونه اصلی رو در شریعت اسلامی ندارد، مورد تایید اسلام نیست و هدف از آن تقرب هست و عبادت هست. یعنی هر گونه عبادتی و تقربی که قبلا نبوده در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این زمان ایجاد بشود و به قصد تقرب و رسیدن به الله متعال، این رو ما میگیم که این بدعت هست. اصل این در واقع روایاتی در این زمینه آمده، من سن فی الاسلام سنتا حسنه، که هر کسی که در اسلام سنت حسنه ای را ایجاد بکند یا سنت سیئه ای را در اسلام ایجاد بکند، منتها این سنت حسنه ای که ایجاد بکند یا سنت سیئه ای که ایجاد بکند، اینها یک مفهوم خاصی را دارد توجه به سبب ورودش که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ذکر شده. در این زمینه روایتی هست از حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه که ایشون میگه که یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند در مسجد که یک گروهی از اعراب اومدند، از افراد بادی‌نشین اومدند در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و وضعیت ظاهریشون خیلی نامناسب بود و لباسهایشون در واقع نامناسب بود، پاره بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند برای در واقع صدقه دادن. یک نفری شروع کرد به صدقه دادن، نفر دوم، بعد نفر سوم، به همین اندازه رسید که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال شدند از این همه کمکی که به این افراد شده بود. در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من سن فی الاسلام سنتا حسنه فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها. هر کسی که در اسلام یک سنت حسنه ای را ایجاد بکند، هر کسی که بعد از اون فرد بیاید و بر اون سنت حسنه عمل بکند، این در واقع ثوابش به اون فرد هم میرسد. یعنی یک بخشی از ثواب به همون کسی که این سنت حسنه رو ایجاد کرده، بانی این کار بوده، در واقع به اون هم خواهد رسید. به طور مثال یک فردی میخواد مسجدی رو بنا بکند، خودش اول از طرف خودش از پول خودش یک مبلغی رو گذاشت و گفت که من الان این مبلغ رو گذاشتم الان برای بنای مسجد. بعد از این هر کسی میاد یک مبلغی رو میگذارد. خب بنیانگذارش کی بوده؟ این خودش سنت حسنی هست، یعنی خدمت کردن برای دین، برای بنای مسجد. هر کسی که بعد از این بیاد به این مسجد کمک بکند، اون کسی که اولین بار کمک کرده و این کار رو بنیاد نهاده، در نام اعمال اون هم در واقع حساب و این ثواب نوشته می شود. و برعکسش هم این گونه هست، هر کسی که در اسلام یک سنت سیئه رو بگذارد، یعنی یک روش بدی را، یک روشی رو که گناه هست، این رو در واقع بگذارند، هر کسی که بعد از این فرد بیاید و بر اون روش عمل بکند، یک بخشی از گناهش برمیگرده به اون کسی که بنیانگذار این بدعت و این سنت سیئه بوده. به طور مثال در مراسمی که مثلا هستند یا سر یک عروسی فرض کنیم که موسیقی بیارند، بقیه از اون اقتدا میکنند فلانی چون که موسیقی آورده پس بنابراین ما هم باید رقص و موسیقی باشه. در یکی فلان محفل نمیدونم فلانی شراب آورده پس بنابراین ما هم میاریم. هر کسی که اولین بار این روش رو شروع کرده و این رسم و رواج رو ایجاد کرده، کسانی که بعد از اونها میان بر اون عمل میکنن، اون فرد اولی خود به خود گناهانش اضافه میشه، زیرا که اون در واقع بنیانگذار این عمل بوده.
پس بنابراین این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم که من سن فی الاسلام سنتا حسنه یا من سنت سیئه، این بر این مبنا بوده، نه این که ما بیاییم یک روشی رو در عبادت که در اسلام هیچ گونه اصل و اساسی ندارد این رو در چیکار بکنیم؟ در دین اضافه بکنیم. عرض کردم که معنی بدعت یعنی روشی که برای تقرب به الله متعال ایجاد بشود که هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی نداشته باشد. این یک نوع عبادت در واقع شمرده می شود. از این بدعت ها به طور مثال فرض بکنیم که یک مثلا جمع شدن و خواندن قرآن سر قبر. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام نداده. وقتی که رسول الله انجام نداده ما اینو لازم بگیریم و هدف ما چی هست؟ تقرب به الله متعال هست از این عمل. خب این عمل در واقع یک بدعت حساب می شود و گناه است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل محدثه بدعه و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، اون گونه که در سنن نسائی آمده و در هر مناسبتی و جای حسنه رو ایجاد کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. در ابتدای صحبتش یعنی در خطبه صحبتش این جمله را می‌فرمودند که کل محدثه بدعه و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر چیزی که در دین ایجاد بکنید شما که در دین نبوده و شما ایجاد بکنید، هر نوگرایی در دین و چیزی که تازه پدید آوردید در دین، این بدعت هست و تمامی بدعت ها ضلالت هستند و هر ضلالتی و تمامی ضلالت ها در آتش جهنم هستند. ما به هیچ عنوان اجازه ندادیم که در شریعت خودمون یک راه و روش و یک نماد از بنابراین ما هم میاریم بکنیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. به تعریف دیگر ما بدعت حسنه نداریم. وقتی گفتیم بدعت یعنی روشی که در دین ایجاد شده به منظور تقرب به الله متعال و هر گونه روشی که برای تقرب ایجاد بشود که در زمان رسول الله نبوده اون بدعت است. پس بنابراین بدعت فی ذاتی نمیتواند که بدعت حسنی باشد مگر اینکه یک نوع یک تعبیر در واقع لغوی کرده باشیم، نه اینکه تعبیر اصطلاحی. در تعبیر اصطلاحی و در شرعی و فقهی هر گونه بدعت باشند اون بدعت در واقع ضلالت و حرام هستند، اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل محدثه بدعه و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. این نقطه اول. نقطه دوم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دائما ما را یعنی برحذر می داشتند از احداث در دین، از ابتداع در دین، از بدعت گذاری در دین. همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را نهی می فرمودند. به طور مثال در حدیث صحیح بخاری که بارها دوستان اینو شنیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی در دین ما فی امرنا هذا یعنی در این دین ما چیزی را ایجاد بکند که جزو دین نبوده. دین رو کی در واقع مشروع کرده؟ مشرع کی هست؟ الله هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کسی در امر ما در دین ما یک چیزی رو پدید بیاورد که از دین نبوده، اون از دیدگاه ما مردود هست. این از دیدگاه الله و دید رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری در واقع مردود هست و به هیچ عنوان قابل تأیید نیست. بنیانگذارش هر کسی هم که باشد، بزرگترین عالم که باشد، ولی اینکه امامی هم از ائمه باشد، وقتی که یک حکمی رو دستور داده که در شریعت اسلامی وجودی ندارد و یک بدعتی رو ایجاد کرده که اصلی در شریعت اسلامی ندارد، اون در واقع از دیدگاه اهل سنت و الجماعت مردود هست. و کسانی که ادعا می کنند که بدعت حسنه در دین وجود دارد، از نظر عملی وقتی که ما عمل اینها را بسنجیم که معنی و مفهوم این عملشون چی هست، گویا که اینها معتقد به نقص در دین هستند. گویا که اینها معتقد هستند که این دین ناقص بوده تا حالا، یعنی کاملا بیان نشده، ما تازه اومدیم این دین رو بیان میکنیم برای مردم، یا این دین رو مثلا فلان قسمت دین تا امروز مثلا مخفی مانده، کسی اینو اختراع نکرده، کسی این رو کشف نکرده، من اولین کسی هستم که این کار رو انجام دادم. کسانی که بدعت گذاری میکنند معنی حرفشون این است که من یک چیزی رو که در دین بوده و مخفی مانده و این دینی که ناقص بوده، من با این عمل خودم چنین کاری رو در وقتی که انجام دادن این که دین رو من کامل میکنم. و گویا که معتقد به این است که این دین از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به امروز همین گونه ناقص مونده،
همین گونه هم امروز ناقص هست. این آقا با بدعت خودش میخواد که دین را کامل بکنه و هم متهم میکند گذشتگان را، ائمه و سلف صالح را، که دین در زمان اونها کاملا به صورت ناقص بوده، کسی نتونسته که این مورد را دریافت بکند یا این مشکل دین رو حل بکند. اضافه بر این یک اتهامی هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم. تمامی کسانی که بدعت گذاری میکنند در واقع متهم میکنند رسول الله صلی الله علیه وسلم را به یکی از دو مورد، یعنی لحن حرف زدنشون یا معنی عملشون در واقع یکی از این دو مورد هست. یا این که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدانسته که این امر جز اموری هست که باید با این تقرب بجویند. این که رسول الله صلی الله علیه وسلم این مورد را که فران مفتده اضافهش کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدونستند که این عمل مثلا جز احکام دینی هست یا جز مواردی هست که بیان تقرب میجویند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانش نکرده و این آقا اومده بیانش میکند. یعنی این که میگه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدونستند، یا این که رسول الله صلی الله علیه وسلم میدانستند اما پنهانش کردند برای ما. تمامی بدعت‌های مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدونست که دعا کردن بعد از نماز جماعت مشروع هست. چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی یک باری هم دست جمعی دعا نکرد؟ حتی یک بار هم ثابت نشده در تمام کتاب حدیثی. وقتی که ما نگاه میکنیم حتی یک مورد نیامده که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نمازها به صورت دست جمعی دعا بکند. در یک مورد ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات کردن یکی از عزیزانش جلسه ختمی گرفته باشند و قرآن رو ختم کرده باشند. چون این چیزی اصلا در شریعت و در گستره احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نداریم. پس کسانی که میآیند در دین، یعنی برای تقرب در دین و برای تقرب به الله متعال، مواردی رو اضافه کردند که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده، این عملشون از این دو معنی خالی نیست. یا این که رسول الله صلی الله علیه وسلم این رو نمیدونستند، ما تازه اومدیم اینو کشفش کردیم، پیداش کردیم، یا این که میدانستند و کتمانش کردند. و هر دو مورد در واقع اساءه ادب به رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و متهم کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم به این که حق دین و حق دعوت را بیان نکردند. و مورد دیگری که ما میبینیم متاسفانه وجود دارند، برای هر بدعتی که در دین ایجاد می شود در هر منطقه‌ای که شما نگاه بکنید که به طور مثال بدعت ها بیشتر هست و از علم دور هستند، جهالت مثلا بیشتر هست، علما در اونجا شاید نقش کمتری رو ایفا کرده باشند. در هر جامعه‌ای که بدعت زنده شده باشند، در واقع هر بدعتی که ایجاد شده معنیش این است که یک سنتی در واقع از بین رفته، یک سنتی از بین در واقع رفته. و در تمامی موارد وقتی که ما نگاه میکنیم که احکام شریعت اسلامی و سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً کامل هست، یعنی در تمامی موارد زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامی را که لازم بوده اینو برای ما کاملا تبیین کردند و ما را به آن امر کردند. در هیچ جای دین چنین موردی وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشخیص داده باشند که این جزء دین هست و جزء امور تقربی هست که ما باید اونو به اون تقرب بجوییم، اما اون رسول الله صلی الله علیه وسلم اون رو بیان نکرده باشه. پس بنابراین احیا کردن هر بدعتی به معنی میراندن و از بین بردن یک سنت هست. و در هر جامعه‌ای در هر حدی که بدعت ها اضافه بشوند، به همون صورت در واقع سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع از بین می روند و این در آخر سر به گونه‌ای می شود که منجر به تغییر دین می شود. منجر به تغییر دین می شود. یعنی ببینید شما نمادی که از دینداری مثلا وجود دارد، مثلا در بسیاری از مذهب ها، به طور مثال در مذهب شیعه عرض می کنم، هر روز یک مناسبتی ایجاد می شود. هر روز یک موردی برای تقرب و برای عبادت و برای اجتماع و برای توسل در واقع در دین اضافه می کنند، به گونه‌ای که اصل دین الان زیر سوال رفته. به جای مسجد حسینیه ساختند
به جای این که نماز بخونند مردم روزه میخونند و سینه زنی میکنند. خب هرچند که این مناسبت ها بیشتر بشود، این اعیاد بیشتر بشود، دهه ها در واقع اضافه بشود، بدین معنی هست که این دین اسلام اون اصالت خودش را و اون ارزش واقعی رو که داشته و اون دایره اصلی و اصیلی رو که داشته اون در واقع از بین خواهد رفت. به این خاطر ما میبینیم که مثلا در جامعه تشیع به سنت ها کمتر اهمیت گذاشته میشه، به خود نماز کمتر اهمیت داده میشه، اصلا به مسجد نسبت به حسینیه کمتر اهمیت در واقع داده میشود. مردم تجمعی رو که در حسینیه دارند یا سر قبرستان دارند کمتر از تجمعی است که در مسجد به منظور ادای نماز و فرایض الهی دارند. و در هر جامعه‌ای که ما نگاه بکنیم این گونه هست در جامعه اهل سنت و الجماعت. در هر جامعه‌ای که بدعت بیشتر بشود در واقع سنت ها بیشتر از بین خواهند رفت و این کثرت بدعت ها منجر به تغییر در دین می شود. پس بنابراین چیزی به نام بدعت حسنه ما در شریعت اسلامی نداریم. خود بدعت خواندن یک امری به معنی این است که این اصلی در دین ندارد. بدعت یعنی روش و طریقه‌ای که برای تقرب به الله متعال ایجاد شده که اصلی در دین نداشته باشد. وقتی که شما اساساً حکم کردید فلان کار بدعت هست، یعنی حکم کردید که این اصلی در شریعت اسلامی ندارد و کاری که اصلی در شریعت اسلامی نداشته باشد به هیچ عنوان در واقع بدعت حسنه نمیتوانیم که بر اون اطلاق بشه. و خود این جمله که بدعت باشد و حسنه باشد از نظر اصطلاح شرعی در واقع تضاد دارد و امکان ندارد که چون این چیزی در واقع صحیح قرار بگیرد. پس بنابراین ما در دین بدعتی رو، هیچ گونه بدعتی که در دین باشد و حسنه باشد چون این چیزی رو ما نداریم به عنوان بدعت حسنه. و هر نوع بدعت از دیدگاه اهل سنت و الجماعت بنابر فرموده کرارن و مرارن رسول الله صلی الله علیه و سلم که میشه تکرار میکردن کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. این در واقع شعار اهل سنت و الجماعت است برای بازگشت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شیوه زندگی رسول الله، شیوه عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر چیز جدید و نوپیدا در دین و هر گونه بدعت گذاری در دین این بدعت هستند و هر بدعتی ضلالت هست و تمامی ضلالت ها در مسیرشون در آتش جهنم هست. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم این توضیح دقیقی که فرمودین. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که گفتن اگر زنی بخواهد زیر ابروهای خود را بگیرد اما شوهرش راضی نباشد در این صورت زن باید چه کار کند؟ معمولا سوالا برعکس شده امروز، این کاملا خب این در روایت صحیح و صریح اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله النامسه و المتنمسه، که الله متعال نفرین بکند اون زنی را که موی ابروی خودش را بگیرد یا اون کسی که موی ابروی دیگری را میگیرد. این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد لعن و نفرین قرار دادن و شریعت اسلامی و تعبد به شریعت، پایبندی به شریعت در گونه‌ای حاصل می شود و اینکه ما میتونیم این امتحان رو بدهیم که خواسته قلبی ما با دستور شریعت مخالف باشد. در مواردی که شریعت همسوی با سلیقه ما باشد خب همه کس بر اون عمل میکنن. یک مواردی هست که چه بسا احیانا انسان از نظر ظاهری شاید زیاد به آن دقت نکند و فکر بکند که فلان مورد شاید یعنی اشکال چندانی رو نداشته باشد، اما ما میبینیم که یک حکم بسیار سختی در شریعت اسلامی برایش در واقع بیان شده باشد. این در واقع یک محکی هست برای امتحان کردن دیانت ما که آیا در اینجا هوا و هوس ما مقدم هست یا اینکه فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون فرمودند که این مورد جز موارد حرام هست و لعن و نفرینم کردن بدین معنی که من با توجه به تعبیری که و تعریفی که قبلا من عرض کردم در مورد گناه کبیره، یعنی این که گرفتن موی ابرو، باریک کردن ابرو یا حالت دادن ابرو جز گناهان کبیره شمرده میشه، از زیرا که در این زمینه لعن و نفرینی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده. من بارها اینو توضیح دادم که اگر یک زنی به طور مثال ابروهایش یعنی غیر طبیعی باشد
باشد، یعنی از در واقع طبیعی نیست و خیلی زشت هستند. از نظر شرعی میتواند اونها رو مرتب بکند، یعنی وقتی که یعنی یک نوع عیب شمرده می شود و طبیعی نیستند ابروهایش. اگر ابروهایش به هم چسبیده باشند، بالای بینی در قسمت وسط دو تا ابرویش به هم چسبیده باشند، میتواند اینها رو از همدیگر جدا بکند. در این صورت هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد و جایز هست که اصلا جز اون حکم نمس در واقع نیست. اما شکل دادن ابرو که امروز یک مدلی باشد، فردا مدل دیگری باشد، چون که فلان مدل در بازار از مد افتاده و مردم اون رو الان فعلا عملی نمی کنند، این میخواد که ابروهای خودش رو به اون مدل جدید در بیاورد. این بازی با صورت و چهرت هست، بازی با خلقت الله متعال هست که الله متعال نهی کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرموده ما رو از این که اون خلقتی رو که الله متعال ما رو بر آن آفریده اون رو تغییر بدهیم. بدین خاطر هست که عرض کردم که این مورد جز موارد حرام هست، اما اصلاح کردنش در موردی که بسیار و بیش از حد کلفت باشند در نظر شرعی اشکال ندارد. و اگر هم بالفرض این که یک شوهری زنش را مجبور بکند این کار را انجام بدهد، بالفرض این که برعکسش رو بگیریم، اگر یک زنی را شوهرش مجبور بکند که حتما ابروی خودش را بگیرد یا شکل خاصی در بیارد، بازم تا حد الامکان اون زن نباید در واقع اطاعت بکند. چه برسد که این قضیه کاملا برعکس باشد، شوهر بخواهد که در واقع اتباع سنت بکند و این موردی رو که نهی شده انجام ندهد، اما زن بخواد که با میل شخصی خودش و بالاجبار چنین کاری رو، یعنی با خواسته قلبی خودش این رو انجام بدهد، این بیچ عنوان در واقع چنین عملی از نظر شرعی توجیه قانع کننده و صحیحی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا کسی بعد از خطبه دوم جمعه اگر برای دعا دست رو ببره بالا آیا این کارش بدعت است یا نه؟ بین خطبه دوم خطبه اول بعد از خطبه اول باید باشه، دوم بله. در مورد روز جمعه یعنی که ساعتی هست و یک لحظه‌ای هست که ساعت اجابت هست و بسیاری از علما معتقد هستند که این زمان و لحظه در میان دو تا خطبه هست، یعنی زمانی که امام در واقع خطبه اول را میخواند و می نشیند چند لحظه‌ای در حدود یک دقیقه شاید کمتر بیشتر مکس میکند و دوباره بلند میشود خطبه دوم را میخواند. بسیار از علما معتقد بر این هستند که ساعت اجابت و وقت اجابت در روز جمعه در این زمان هست و بدین خاطر است که دعا کردن در میان دو تا خطبه از نظر شرعی هیچ گونه اشکال ندارد و جایز هست و همچنین در میان اذان و در اذان و اقامه، در زمان اذان و اقامه و همچنین بعد از اقامه اگر هم که کسی مثلا در فرصت دعایی هم برایش مهیا بشود، باز هم در این زمان از نظر شرعی دعا کردن جایز هست و اشکال نداره و خصوصا در این زمانی که در وسط دو تا خطبه هست که امام می نشیند، باز هم یکی از جاهای اجابت دعا بنابر قول بسیار از علما این هست و اشکال شرعی ندارد که کسی دعا بکند، چه دستها رو بلند بکند هم جایز هست، اشکال شرعی ندارد چون که یک عمل فردی هست. می تواند که دعا بکند دستها رو بلند بکند یا این که اصلا دستها رو بلند نکند دعا بکند، باز هم در واقع اشکال شرعی ندارد و جایز هست. منتها در روز جمعه بنابر قول اکثریت علما که در مورد لحظه‌ای که در روز جمعه دعا قبول می شود، نظرشون بر این است که این ساعت و این لحظه بعد از نماز عصر هست تا مغرب. یعنی جمهور ائمه محدثین و فقها نظرشون بر این است که بعد از عصر تا مغرب روز جمعه این در واقع همون ساعتی هست که الله متعال وعده داده که در این لحظه و در این ساعت دعا را اجابت بکنه. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که اگر کسی با همسر خودش لواط بکند آیا خانمش براش طلاق می شود یا خیر؟ اگر طلاق می شود در کدام؟ از دیدگاه فقه اهل سنت و الجماعت، تمامی فقها و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، این عمل یک نوع عمل حرام و حرام قطعی و 100% هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین کردن. لعن الله من اتى امرأة فی دبرها اومده که هر کسی که از راه عقب با همسرش جفت بشود الله متعال را نفرین بکند و بنابر تعریفی که قبلا عرض کردم در مورد گناه کبیره، این موردی که از گناهان کبیره در واقع شمرده می شود
و انسان نباید در واقع خودش را در معرض و در جایی قرار بدهد که لعن و نفرین رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل حال اون بشود که این سبب از بین رفتن سعادت زندگی و خصوصا اون زندگی مشترک و از زناشویی خواهد بود. این یک حکم شرعی هست، این که این عمل کاملا حرام هست از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و هیچ یکی از مذاهب و ائمه اهل سنت و الجماعت ثابت نشده که این رو حلال دونسته باشند و حرام قطعی و 100% هست. اما این که این عمل حرام منجر به این بشود که یک حلالی رو حرام بکند چنین نیست. گناهی رو که انسان انجام داده یک گناه هست و یک زمینه دیگر هست، یک گناه کاملا مجزا و جداگانه هست. این گناه جداگانه محاسبه می شود، گناهش جدا از بقیه موارد هست. این گناه به هیچ عنوان سبب نمی شود که در واقع یک حلالی رو که بر انسان حلال هست اون حرام بشود. یعنی این که با این عمل به هیچ عنوان و هیچ عالم اهل سنت و الجماعت تا جایی که من اطلاع دارم چنین فتوایی رو نداده که با این عمل زن طلاق بشود. زن با چنین عمل حرامی که انسان انجام بدهد در واقع طلاق نمی شود و ارتباطی به زندگی زناشویی که زندگی زناشویی رو تحت تاثیر قرار بدهد و اون رو حرام بکند چنین چیزی از نظر شرعی وجود ندارد و خود این عمل در حرام بودنش هم شک و شبهه‌ای نیست. درست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن آیا دعا کردن در حق میتی که دست به خودکشی زده است درست است یا نه؟ بله، کسی رو که در واقع خودکشی کرده باشه، گرچه در روایات صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده که هر کسی در دنیا خودش را با چه ابزاری بکشد در روز قیامت مجازاتش همین خواهد بود که الله متعال اون رو با همون ابزار در واقع عذاب میدهد. هر کسی که در روایت این گونه اومده که هر کسی که اگر خودش را با حدیده‌ای بکشد، یعنی با کاردی و یک در واقع ابزار تیزی خودش را از بین ببرد، در روز قیامت با اون ابزار تیز در دستش هست و خودش را در واقع از بین خواهد برد. اگر کسی خودش را از بالای کوهی بیاندازد در روز قیامت همین عذاب برایش مقرر است. یعنی با هر وسیله‌ای که خودش را بکشد در روز قیامت با همون وسیله الله متعال اون را مجازات خواهد کرد و خودکشی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در واقع مجوز شرعی ندارد و جایز نیست و ما حقی نداریم این جان و روحی رو که در اختیار ما هست، بدنی رو که در اختیار ما هست، این ملک الله متعال هست و ما اجازه نداریم که در این دخل و تصرف بکنیم و اون رو بکشیم. به همان اندازه که قتل نفس، یعنی نفس دیگران، یعنی ما اجازه نداریم دیگران رو بکشیم، اجازه نداریم که خودکشی در واقع بکنیم و یک حرام قطعی و 100% هست و یک گناه کبیره هست و عرض کردم که در این زمینه تهدید و وعید شدیدی از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. منتها در دایره تمامی گناهان وقتی که ما نگاه میکنیم، تمامی گناهان در دایره مشیت الله متعال قرار دارند. تمامی گناهان ولو اینکه گناهان کبیره باشند در دایره مشیت الله متعال هستند، به این معنی که امکان دارد الله متعال اونها را ببخشد، امکان دارد الله متعال اونها را بدون این که انسان را مجازات بکند یا در روز قیامت عذاب بکند انسان را ببخشد، به استثنای گناه شرک. الله متعال گناه شرک را نمی بخشد. غیر از شرک تمامی گناهان کبیره در هر حدی هم که باشند و هر چند که سنگین باشند و زیاد باشند باز هم در دایره عفو الله متعال و مشیت الله متعال در واقع هستند. خودکشی گرچه گناه خیلی بزرگی هست، عرض کردم که در روز قیامت در روایت اومده که انسانی که مرتکب این عمل بشود خودش را با همین ابزار در روز قیامت عذاب میکند و این عذابی هست که الله متعال برای اون در نظر گرفته. اما باز هم در دایره گناهانی هست که احتمال عفو و معاف کردنش در واقع وجود دارد، یعنی در حد شرک نیست. تمامی گناهان را وقتی که ما مقایسه بکنیم با گناه شرک در واقع در حد گناه صغیره حساب میشن، یعنی گناهان نسبت به همدیگر در واقع درجه کبیره بودنشون کاملا با همدیگر متفاوت هستند. یعنی بزرگترین گناه و اکبر الکبائر همون گناه در واقع شرک هست و بقیه گناهان نسبت به گناه شرک در واقع گناهان کوچکتری شمرده میشوند و تمام گناهان غیر از شرک در دایره مغفرت الله متعال هستند. گرچه وعیدی وارد شده در
این زمینه، گرچه حد شرعی وارد شده باشند اما باز هم اینها در واقع در دایره‌ای هستند که الله متعال اگر بخواهد برای بندگانش اونها را میبخشد و چه بسا که این فردی که خودکشی کرده، درست خودکشی کرده اما اعمال خیر بسیار زیاد دیگری دارد که اونها شفاعت میکنند برای این انسان، یا این که یک انسان پاکیزه هم برای این شفاعت بکند در روز قیامت، از شفاعت پیامبری، از شفاعت اولیاء الله، از شفاعت مؤمنان در واقع در روز قیامت برخوردار بشود و الله متعال اون را ببخشد. پس بنابراین هر مسلمانی ولو این که گناهکار باشد دعا کردن برای اون جایز هست، دعا کردن برای اون جایز هست که انسان دعا بکند که فلان انسان را که ولو این که خودکشی کرده باشد بر اون نماز جنازه خونده می شود و خود نماز جنازه خوندن یک دعای خیر هست، یک در واقع یک نوع شفاعت هست برای مرده. دعای خیر کردن و دعای مغفرت کردن برای تمامی مسلمانانی که با توحید از دنیا رفتند در واقع امر مشروعی هست و جایزی هست و همچنین دعا کردن برای کسی که خودکشی کرده از نظر شرعی نه تنها هیچ گونه مشکلی نداره و هیچ گونه ممنوعیتی نداره بلکه اولاتر هست و بهتر هست. هر کسی رو که در جامعه ما از دوست عزیزان ما که فوت میکند و گناهش بیشتر و سنگینتر هست، ما باید در حق اون باید بیشتر دعا بکنیم که الله متعال انشاءالله گناه تمامی گناهکاران و مسلمانان را مغفرت بفرماید انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد حجامه سوال کردن و گفتن که آیا حجامه، انجام دادن حجامه سنت است یا نه؟ بله، از رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل حجامت در واقع ثابت شده و طب امروزه هم یعنی این طب سنتی وجود دارد و سنت عملی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع انجام دادند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که استخاره روش آن چگونه است و آیا باید جواب آن را در خوابمان ببینیم؟ استخاره که در واقع مشروع هست، یعنی در واقع انسان باید در میان استخاره های مشروع و غیر مشروع باید فرق قائل باشند. بسیار از مردم فکر میکنند که با اینکه کتابی رو باز بکنند این یک نوع استخاره هست، یا مثلا قرآن رو باز میکنند یا آیه اولش رو یا آیه آخرش رو یک چیز رو در نظر میگیرند استخاره میکنند، یا مثلا با یک کتاب دیگر فال حافظ و نمیدونم کتاب های دیگری هستند با تسبیح مثلا استخاره میکنند، موارد دیگری. اینها تمام اینها مواردی هستند نامشروع هستند و استخاره شرعی نیستند. استخاره شرعی فقط با نماز و دعا هست. استخاره شرعی فقط و فقط با نماز و دعا هست، یعنی این که انسان 2 رکعت نماز بخواند و رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای استخاره رو در حد یک سوره به اصحاب خودشون در واقع آموزش میدادند. در حد یک سوره و یک در واقع بخشی از قرآن این دعا رو به اصحاب خودشون رسول الله صلی الله علیه وسلم آموزش میدادند و که فرمودند که هر وقت یک کاری رو خواستید استخاره بکنید. استخاره معنیش اینه طلب خیر کردن، طلب خیر کردن. یعنی شما نمیدونید که فلان کار که من انجام بدهم، فلان ازدواج من میخوام ازدواج بکنم، آیا این ازدواج رو در فلان جا مناسب هست که برام برای خواستگاری یا مناسب نیست؟ میخوام که فلان مثلا ماشینی بخرم برای خودم، خونه بخرم برای خودم، آیا این برای من مناسب هست یا مناسب نیست؟ یا در میان 2 مورد مثلا موندم کدوم یکی رو انتخاب بکنم؟ طلب خیر میکنی از الله متعال که کدام مورد رو من در واقع انجام بدم. و در استخاره لازم نیست که حتما انسان خواب ببیند. در استخاره لازم نیست که انسان باید این حتما خواب ببیند. بسیار فکر میکنند که استخاره کردن یا اینکه میرن پیش یک کسی که برای من استخاره بکن، این هم اشتباهه. هیچ کسی برای کسی دیگه نمیتونه استخاره بکنه، هر کسی برای خودش استخاره بکند. هر فردی تنها برای خودش استخاره میکند و در استخاره لازم نیست که حتما انسان مقرب درگاه الله متعال باشد و نمیدونم عابد خیلی در واقع کارکشته‌ای باشد تا اینکه الله متعال این در واقع استخارهش جواب بدهد. هر انسانی در هر حدی که باشد یک مشورتی رو خواسته از الله متعال، طلب خیر کرده از الله متعال و قطعا الله متعال اون ان شاء الله موفق خواهد کرد. و همون گونه که عرض کردم لازم نیست که انسان خواب ببیند. یعنی بعضی تصور میکنن وقتی که استخاره کردی حتما باید در خوابت بیاد که به شما امر بشه که مثلا برو فلان کار رو انجام بده، چون این چیزی وجود ندارد. امکان دارد که این اتفاق بیفتد،
امکان دارد که چنین اتفاقی بیفتد که انسان خواب ببیند، اما همیشه این گونه نیست. وقتی که انسان استخاره کرد باید به قلب خودش بازگردد و تصمیمش را ببیند که چگونه هست. همون تصمیمی که به اون بیشتر تمایل دارد و در قلبش بیشتر افتاده و قلبش راحت‌تر هست، با اونو در واقع انتخاب بکند. این معنی استخاره هست. اما روش استخاره اون گونه که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر وقتی که کسی از شما یعنی تصمیم گرفت برای انجام کاری 2 رکعت بخواند غیر از نماز فرض، 2 رکعت نماز نفل بخواند غیر از نماز فرض، یعنی نماز فرضی نباشه، 2 رکعت جداگانه، چه رکعت سنتی باشد یا رکعت نفل مطلقی باشد که انسان میخواند 2 رکعت بخواند غیر از نماز فرض، یعنی پشت بعد از نماز فرض استخاره اگر بکند این استخاره کاملی نیست، گرچه جایز هست که انسان بعد از نماز فرض هم دعای استخاره را بخواند، اما اگر میخواد که استخاره کاملی باشد 2 رکعت نماز سنت یا نماز نفل را اراده بکند و نیت بکند و بخواند و بعد از این 2 رکعت دعا بکند. بعد از این 2 رکعتی خوانده دعا بکند که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم، یا قبل از این که اللهم انک تعلم ولا اعلم، پروردگارا تو میدانی و من نمیدانم و تو توانایی داری و من توانایی ندارم و من از تو میخوام در این مورد که آنچه را که خیر هست برای من، ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجله و آجله، پروردگارا تو میدانی که این کار برای من مفید هست در دین من، در دنیای من یا در حال من، در آینده من، برای دین و دنیای من و آخرت من مناسب هست، این کار رو برای من میسر بکن و برای من در واقع مقدر بکن این کار رو، و اگر میدانی که این امر برای من بد هست در دینم، در معاشم، در آخرت من مناسب نیست، این رو از من منصرف بکن و من رو از این کار هم منصرف بکن و این هر چی را که برای من خیر هست اون رو در واقع برای من مقدر بکن. اگر تونستن دعای عربی رو حفظ بکنند که اولاتر هست و بهتر هست، و اگر نتونستن حتی همین جملاتی رو که من گفتم با زبان محلی خودشون هم که بخونن، این در واقع استخاره شرعی هست و بعد از این اون چیزی رو که به دلشون اومده و قلبشون بیشتر با اون آرامش میگیرند در واقع اون رو انجام بدن. این استخاره شرعی هست. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی خواهیم دید و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد الله خان أسلم، محر صلاة طاجكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نور في الظلمات أنسي في خلوات. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. بیشک برخی از گمانها گناه است. و در امور دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وصال حق در تلگرام. عزیزانی که مایل به دریافت تازه‌های شبکه، اما از برنامه‌های زنده، کلیپ‌ها، احادیث، سرودها، سخنان علما، کتاب‌ها و مطالب مفید دیگر هستند، با مراجعه به پیام رسان تلگرام به زبان انگلیسی واژه وصال حق تیوی را جستجو نموده و پس از وارد شدن به کانال وصال حق کلید جوین را فشار دهند. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که اگر در نماز امام بعد از خواندن سوره فاتحه فراموش کرد رفت رکوع، حکمش چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوره دیگه نخون. از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت در واقع خواندن سوره فاتحه جزء ارکان نماز هست و خواندن ضم سوره جزء ارکان نیست. اگر امامی و یعنی سوره فاتحه را خوند و بعد از سوره فاتحه بدونی که ضم سوره بکند و بعد از آن به رکوع رفت و نمازش رو تمام کرد، نمازش از نظر شرعی درسته و اشکال ندارد و رکنی رو ترک نکرده. درست. جزاکم الله خیر. آیا هنگام دفن میت قرآن خواندن جایز است؟ در هنگام دفن میت اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده این است که ایشون فرمودن استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل،
که برای مؤمنی که یعنی فوت کرده و الان قبرش کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که شما الان طلب مغفرت بکنید، استغفار بکنید برای برادر خودتون و این منفعتی دارد برای صاحب قبر، برای اون کسی که الان در واقع دفن شده. اما خواندن قرآن از رسول الله صلی الله علیه وسلم چون چیزی ثابت نیست که ایشون سر قبرستان قرآن خوانده باشند یا به این کار دستور داده باشند. ایشان بعد از دفن دستور دادند به این که استغفار بکنید برای برادر مسلمانتون که فوت کرده و اکنون دفن شده و روش شرعیش این است که برای میت دعا بکنند، نه این که قرآن خونده بشه. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی که اهل افغانستان هستن گفتن که در کشور ایران هستیم ولی مدرک رسمی نداریم و هر دقیقه ممکن است که ما را رد مرز کنند. آیا به ما مسافر گفته می شود؟ از نظر شرعی این افراد که در یک کشوری رفتن، چه در ایران یا در غیر ایران، نیتشون نیت اقامت هست، یعنی خودشون در اونجا رفتند و نیت اقامت کردند که در اینجا می نشینند، سکونت می کنند و کار می کنند و زندگیشون در اونجا هست و اصل احکام شرعی مبتنی بر نیت اون افراد هست، نه بر واقعیتی که چه بسا برای اونها اتفاق بیفته. شما وقتی که نیتتون این است که در یک کشور در ایران یا غیر ایران فعلا مقیم هستید، نیت اقامت کردید و یک کاری دارید در اونجا، شغلی دارید، هر روز میرید سر کار، یعنی این که فعلا نیت اقامت در اونجا دارید. و بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسی که در یک جای برود و نیت اقامت بکند بیشتر از 2 هفته، این در واقع مقیم هست. شما از نظر شرعی نمازهاتون رو باید به صورت کامل بخوانید، شما مسافر نیستید. و کسی که در یک جایی رفته و خودش میخواد که مسافرت بکند، شما فعلا در اونجا ساکن هستید و کار و شغلی رو در اونجا دارید و دارید زندگی میکنید، اما اگر کسی یک جایی رفته به مسافرت، یک شهری رفته به مسافرت، معلوم نیست کی برمیگردد، هر روز تصمیم میگیرد فردا میروم، فردا نمیشود میگه پس فردا میروم، پس فردا نمیشود میگه 2 روز دیگه میروم، 3 روز دیگه میروم. این نیت اقامت ندارد، این در حال سفر است. این ولو اینکه طولانی بشود سکونتش در اونجا 1 ماه یا بیشتر هم بنشیند، بازم چون که نیت اقامت نکرده و هر روز احتمال دارد که خودش برود، این در واقع جزء حکم مسافر براش حساب میشه و مسافر است. اما کسی که یک جای رفته برای سکونت یا برای کار در یک جای رفته و خودش نیتش این است که اونجا بماند و اگر این دستگیر نشود، اگر این رو به زور اخراج نکنند، در اونجا نشسته و سکونت میکند، یعنی این که نیت سکونت را و نیت اقامت را داری شما. پس بنابراین شما در این صورت مقیم هستید و مسافر شمرده نمیشوید و نمازها را باید به صورت کامل بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در پیام هایی که رد بدل میشه در شبکه اینترنت یا در واتساپ در هر جایی به جای سلام فقط کلمه سین می نویسن. آیا این کار گناه هست یا نه؟ از نظر شرعی اون آداب شرعی که وجود دارد، انسان باید السلام علیکم و رحمت الله را به صورت کامل بنویسد و این در واقع سلام دادن از در شریعت اسلامی صرفاً یک نوع خوش آمدگویی و احوالپرسی نیست، بلکه یک نوع عبادت هست که در مقابل این یک اجر و پاداشی رو ما میبریم. یک فردی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام داد و گفت السلام علیکم و یک نفر دیگر گفت السلام علیکم و رحمت الله و دیگری اومد سلام داد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر یکی، برای اولی گفتن 10، برای دومی گفتن 20، برای سومی فرمودند که 30. یعنی این که در مقابل هر کلمه‌ای که شما اضافه بکنید، این در واقع 10 ثواب به شما میرسد. اگر بگید السلام علیکم 10 تا ثواب دارید، اگر بگید السلام علیکم و رحمت الله 20 تا ثواب دارید، اگر بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 تا در واقع ثواب را شما در اینجا کسب کردید. یعنی این که سلام دادن از نظر شرعی یک نوع دعای خیر هست و هر کسی که بیشتر دعای خیر بکند ثواب بیشتری رو میبرد و یک نوع عبادتی رو در واقع انجام دادید. اما این که مرسوم هست که سین می نویسند و در جوابش مثلا عین می نویسند، این به هیچ عنوان نه اون ثواب سلام را دارد و نه از نظر شرعی سلام حساب می شود. سلام از نظر شرعی یعنی دعا برای سلامتی طرف مقابل، اعلام این که تو از جانب من در امن و امان هستی و در سلامتی هستی و آرزوی سلامتی
سلامتی کردن برای اون طرف هست، اونم با الفاظ مشخصی که در شریعت اسلامی در واقع تعیین شده. این اگر بگن السلام علیکم یا السلام علیکم و رحمت الله یا و برکاته رو اضافه بکنن، این سلام شرعی هست و هر چند که کاملتر باشد این ثوابش بیشتر هست. و جالب اینجا هست که از نظر شرعی هم در هنگام ملاقات باید این السلام گفته بشود، السلام علیکم و رحمت الله، و هم در هنگام خداحافظی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اولی اولاتر از دومی نیست. اولی یعنی ملاقات به سلام گفتن، یعنی تکرار کردن جمله السلام علیکم و رحمت الله اولاتر از دومی نیست. یعنی همون گونه که شما در هنگام ملاقات دعای خیر میکنید برای هم دیگر، در هنگام خداحافظی هم دعای خیر بکنید. یعنی در هنگام سلام علیکم هم بگید السلام علیکم و رحمت الله و در هنگام خداحافظی هم بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این در واقع یک روش و آداب اسلامی هستند که انسان باید اینو مراعات بکنند. اما سین در جوابش هم این، یا اینکه در واقع شکلکی رو فرستادن، علامت دستی رو مثلا فرستادن برای طرف مقابل، این به هیچ عنوان سلام شرعی نیست. یا حتی بلند کردن دست در هنگام دیدن از راه دور، بلند کردن دست یا مثلا بوق زدن، اینها هیچ کدامشون به عنوان سلام شرعی نیستن. سلام شرعی وقتی که کسی به شما سلام میگه، جواب سلام واجب هست. یعنی اگر کسی گفت که السلام علیکم و رحمت الله، بر شما واجب هست که شما سلام بدهید، یعنی جواب سلامش را بدید. اما کسی دست بلند کرد یا کسی برای شما بوق زد، لازم نیست شما هم بوق بزنید. یا سینی برای شما نوشت، واجب نیست از نظر شرعی که شما در مقابل جواب اون را بدهید، زیرا که این موارد از نظر شرعی جزء سلام شمرده نمیشوند و ثواب سلام را هم در واقع ندارن. اما اگر میخواد آغازی باشه برای صحبت کردن، برای اینکه طرف متوجه بشه، اون یک حکم کاملا جداگانه رو داره، اما حکم سلام رو به هیچ عنوان بر خودش نمیگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حکم بسمله در نماز جهری برای امام چیست؟ بسمله گفتنش به صورت خفیه که مورد اتفاق هست، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای نماز، چه در نماز جهری باشد چه در نماز سری، بالاتفاق در تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت تمام علما معتقد به سنت بودن این مورد هستند. فقط اختلافی در این زمینه وجود دارد در مورد این که در نمازهای جهری بسم الله با صدای بلند گفته بشود یا صدای آهسته. در این زمینه در واقع اختلاف نظری وجود دارد. جمهور علما نظرشون بر این است که بسم الله الرحمن الرحیم باید به صورت آهسته گفته بشود. امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفه و بسیاری دیگر از فقها نظرشون بر این است که بسم الله الرحمن الرحیم در نماز، ولو اینکه نماز جهری باشد، باید به صورت سری در واقع گفته بشود. و امام ترمذی رحمت الله علیه در سنن ترمذی وقتی که این مسئله را مطرح کرده، این نقطه را آورده که بسم الله الرحمن الرحیم باید به صورت خفیه باشد و در دل این رو باید امام بگوید، نه با صدای بلند. و در ادامه میگه و علیه العمل عند اکثر اهل العلم من الصحابه و التابعین و من بعدهم منهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی. میگوید که عمل صحابه، عمل اهل علم بر این هست، اکثر اهل علم بر این عمل کردن از صحابه و تابعین و من جمله ابوبکر و عمر و عثمان، و بعد از این نام میبره تعدادی از تابعین رو که در واقع بر این عمل کرده بودن. و جمهور علما عرض کردم که نظرشون بر این است که بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای نماز چه سری باشد یا جهری باید به صورت سری و خفی خوانده بشود. و اصل این جریان برمیگردد به این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از سوره فاتحه هست یا نیست. درست. این باز یک اختلاف دیگری هست. با توجه به اختلافی که در این هست که آیا بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه از سوره فاتحه هست یا نیست، به این خاطر هم در این مسئله طبعا در واقع اختلاف به وجود آمده که جمهور و اکثر فقها نظرشون بر این است که بسم الله الرحمن الرحیم جز سوره فاتحه نیست، به دلیل حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال میفرماید قسمت الصلاة بینی و بین عبدی،
که من نماز را در میان خودم و در میان بنده خودم تقسیم کردم، که در اینجا همون سوره فاتحه در واقع مراد هست که میفرماد که ولی عبدی ما سأل، من اینو تقسیم کردم، این سوره فاتحه را و نماز را در میان خودم و بنده خودم اینو به دو نصف تقسیم کردن، نصفش مال من نصفش مال اون. ولی عبدی ما سأل، و بنده من در آخر چی را از من سوال بکنند من به اون میدهم. در ادامه این حدیث اومده فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین، وقتی که بنده میگه الحمد لله رب العالمین، این بسم الله الرحمن الرحیم رو در اینجا ذکر نکرد. وقتی که انسان میگه الحمد لله رب العالمین، الله متعال در جواب میگه که حمدنی عبدی، که بنده من حمد و ثنای ما رو در واقع بیان کرد، و ادامه روایت که در اینجا هست. از این حدیث علما استدلال میکنند که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحه نیست، یعنی جزء قرائت اصلی شمرده نمی شود که در نمازهای جهری باید جهران خونده بشود. پس بنابراین جمهور علما همون گونه که گفتم به استثنای حضرت امام شافعی رحمت الله علیه نظرش این است که که بسم الله جزء فاتحه نیست و در نمازهای سری هم باید به صورت خفیه در واقع خوانده بشود. اما جالب است که در این زمینه شیخ ابن قیم رحمت الله علیه آورده که هم این ثابت هست و هم اون ثابت هست، هم یعنی از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم که به صورت جهری خونده باشند و هم به صورت سری خونده باشند، اما به صورت جهریش همیشگی نبوده، یعنی به عنوان یک سنتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه از اون پیروی کرده باشند به هیچ عنوان به این صورت نبوده، بلکه گاهی به عنوان تعلیم مسلمانان و صحابه با صدای بلند هم بسم الله الرحمن الرحیم رو هم میخوندن. و در ادامه ایشان میگه که امکان ندارد که یکی از سنت های همیشگی رسول الله باشد که در 5 وقت نماز یا در نمازهای جهری رسول الله صلی الله علیه وسلم با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم رو گفته باشند و این بر از صحابه پنهان مانده باشد. اونگونه قبلا عرض کردند که امام ترمذی میگه که جمهور اهل علم بر این هستند که این باید خفیه خوانده بشود، امام احمد و دیگران، و بعد از اون میگه که ابوبکر و عمر و عثمان در واقع این گونه عمل میکردند و علی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که این رو به صورت خفیه میخوندن. امکان ندارد که سنت همیشگی رسول الله باشد که جهرا بسم الله الرحمن الرحیم را گفته باشد و اما صحابه همه یک دست مثلا بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز جهری به صورت خفیه خوانده باشند. همون گونه که عرض کردم جایز هست که احیانا گاهی وقت با صدای بلند خونده بشه، اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا با صدای بلند میخوندن، و اما عموما و اکثر وضعیت و حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که بسم الله الرحمن الرحیم را به صورت آهسته میخوندند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خواندن دعای دست جمعی بعد از دفن میت از نظر شرعی چه حکمی دارد این کار؟ اینم جز مواردی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ثابت نشده که به صورت دست جمعی دعا بکنن. دعا یک عبادت هست، هم کیفیت دعا یک عبادت هست و هم نوع دعا در واقع یک نوع عبادت هست. و در کیفیت دعا عبادت ما اجازه نداریم که یک چیزی رو بر خودمون الزام بگیریم، یعنی به یک صورت یک رسم و رواجی در بیاد که جز آداب دفن میت باشه، چون این چیزی از نظر شرعی ثابت نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم این عادت رو نداشتند که به صورت دست جمعی برای میت دعا بکنن. و حتی یک مورد هم با سند صحیح ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رو جمع کرده باشند بر یک قبری و ایشون دعا گفته باشند و بقیه صحابه آمین گفته باشند. تشویق و ترغیب اومده برای این که برای میت دعا بکنید، اما این که همه را جمع بکنند دست جمعی یک جا و یکی دعا بکند دیگران در واقع آمین بگویند و این را جزء حق میت بدونند و جزء سنت های دفن میت بدونند، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن آیا همبستری با زن خود که باردار هست و حامله از نظر شرعی صحیح هست یا خیر؟ از نظر شرعی یک حکم شرعی در این زمینه وجود دارد و یک حکم در واقع طبی و پزشکی در این زمینه باید در نظر بگیریم. از نظر شرعی هیچ گونه اشکال شرعی نیست، جایز هست. الله متعال به صورت کامل اینو فرموده نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، که زنان شما حرث شما هستند، هر گونه که میخواهید با همسران خودتان درآیید یا جفت بشوید و همبستری بکنید. از نظر
واقع شریعت اسلامی تنها موردی رو که ممنوع هست و در واقع همبستری، یکی همون موردی هست که قبلا عرض کردم، همبستری از راه عقب هست و دیگری همبستری در هنگام عادت ماهیانه هست که الله متعال صراحتا در قرآن کریم ما رو دستور دادن که فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، در هنگام عادت ماهیانه از زنان در واقع فاصله بگیرید و با اونا نزدیک نشوید تا زمانی که پاک نشدند. یعنی کنایه از این است که با اونا همبستر نشوید، نه اینکه از نظر فیزیکی جدا بشوید و دور بشوید، با اونا همبستر نشوید تا زمانی که پاک نشدند. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، وقتی هم که خود را یعنی پاکیزه کردند، یعنی غسل جنابت، غسل حیض را انجام دادند، از اونجایی که الله متعال به شما دستور داده از اونجا با زنان خودتون می توانید که همبستری بکنید. این از نظر حکم شرعیش هست که هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده و همون گونه که یعنی تفاوتی هم نداره که در ماهای اول بارداری باشد یا در ماهای آخر بارداری باشد. هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد مگر این که یک موقعیت خاصی باشد با توجه به وضعیت جنین یا با توجه به وضعیت در واقع خانمی که باردار هست و با توجه به تشخیص پزشکش، اگر واقعا تشخیص داد که این واقعا ضرر داره برای این خانم یا برای جنینی که در شکم دارد، اون یک مورد جداگانه هست. اما از نظر شرعی در واقع ضرری ثابت نشده و هیچ گونه منع و ممنوعیتی هم برای این مورد ذکر نشده و کاملا جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که زکات حقوق بازنشستگی چگونه باید پرداخت شود؟ زکات یعنی اصل باید این گونه سوال میشد که آیا زکات یعنی حقوق بازنشستگی زکات دارد یا زکات ندارد. بعد از این باید بگیم که حقوق بازنشستگی چگونه یعنی زکاتش بیرون بشود. از نظر شرعی و از دیدگاه فقه اهل سنت و الجماعت که یک مسئله متفق علیه و مورد اجماعی هست، زکات دو شرط دارد برای اینکه واجب بشود. شرط اولش این است که مالی که انسان مسلمان دارد که جز اقلام زکاتی باشد، طبعا این مال به اندازه نصاب زکات برسد، به اندازه نصاب زکات برسد. یعنی این مالی که یک فرد مسلمان دارد این گونه نیست هر مالی که کسب کرد زکات داشته باشد. تمامی اموال شما زکات ندارند، برخی از اقلام زکات دارند و اونم با یک سقف مشخصی زکات دارند و این گونه نیست که در قلیل و کثیرش زکات لازم باشد. سقف زکات 85 گرم طلای 24 عیار هست یا همون 20 مسقال. اگر یک مسلمانی در واقع طلا داشته باشد که به 85 گرم طلا برسند و این طلا از نوع 24 عیار باشه، این فرق میکنه با توجه به این که اون موادی که در واقع با طلا اضافه میکنند در چه حدی باشه. طلای 24 عیار یعنی طلایی که در واقع خالص هست، معیارش و سقفی که مورد نظر هست در زکات همون 85 گرم هست. 85 گرم اگر طلای 24 عیار 85 گرم باشد، این یک مورد. و طلایی که 21 عیار هست 97 گرم باید باشد، یعنی کمتر از 97 گرم زکات نداره. و طلای 18 عیار اون باید به 113 گرم برسد، یعنی کمتر از اون زکاتی به اون تعلق نمیگیرند. اما ما عرض میکنم در اینجا اون طلای 24 عیار رو که سقفش اون که معمولا یعنی شاید مردم بیشتر استفاده بکنن، در صورتی این طلا زکات دارد که به 85 گرم برسد که طلای 24 عیار باشد. و بحث پول هم این هست، بر این محاسب می شود. یعنی پول زمانی به اون در واقع زکات تعلق میگیرد که معادل قیمت 85 گرم طلای 24 عیار باشد یا 97 گرم طلای 21 یا 113 گرم طلای 18 باشد. به این سقف باید برسد. پولی یا طلایی که کمتر از این مقدار باشد زکاتی به اون تعلق نمیگیرد. این شرط اول هست. و شرط دوم این که یک سال کامل بر اون بگذرد. یعنی مالی که انسان مسلمان دارد یک سال کامل اگر بر اون بگذرد بعد از این زکات دارد. یعنی همین که به سقف مورد نظر برسد و همین که یک سال کامل بر اون بگذرد. اگر از 85 گرم طلا یعنی قیمت چه پول باشه و قیمتش از این کمتر باشد، یا خود طلا از این کمتر بود، یا خود مثلا نقره بود کمتر از 595 گرم بود، در این صورت زکاتی به این تعلق نمیگیرد. در صورتی که بیشتر از این مقدار باشد، بالاتر از این
حساب باشد یا 85 گرم و بالاتر از این برسد و در شرط دومین که 1 سال کامل بر اون بگذارید. یعنی از زمانی که این پول در اختیار انسان قرار گرفته، این پول بازنشستگی که در حساب واریز شده، با توجه به این که معادل با 85 گرم طلای 24 عیار باشد، 1 سال کامل بر اون هم بگذارد. در این صورت زکات دارد. اگر این پول را ولو اینکه 100 میلیون هم باشد که انشالله که حقوق بازنشستگی بین اندازه هم که برسه، البته پول برکت پیدا بکنه به این مقدار برسه، والله متعال رزق و روزی تمام مسلمانان را برکت عنایت بکنه. اگر این پولی که به عنوان حقوق بازنشستگی هست یا حقوق غیر بازنشستگی هست، حقوق کارمندی هم اگر به یک سقف مشخصی برسد که بالاتر از 85 گرم طلای 24 عیار باشد و 1 سال کامل در حساب بماند، یعنی دستش نزنند، از این مصرف نکنند، در اون صورت زکات دارند و زکاتش 2.5% هست. 2.5% کل را حساب بکنند، یعنی کل مبلغ را حساب بکنند، 2.5% کل را به عنوان زکات بدن، یا اینکه کل مال را محاسبه بکنند، تقسیم بر 40 بکنند، تقسیم بر 40 بکنند که میشود همون 2.5%، 1/40 این در واقع مال زکات است. اما اگر حقوقی به حساب میریزند قبل از اینکه ماه تمام بشود یا قبل از اینکه سال تمام بشود، نه اینکه ماه تمام بشود، قبل از اینکه سال تمام بشود این پول مصرف می شود و چیزی از آن باقی نمیماند، یا اینکه مصرف می شود به صورتی که کمتر از سقف 85 گرم طلا بماند، در این صورت زکاتی به اون تعلق نمیگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که ماشین سنگین مثل تریلی که طبیعتاً وسیله امرار معاش است، آیا زکات داره یا نه؟ نه، در شریعت اسلامی ابزار امرار معاش اینها زکات ندارند. وسیله هایی که ابزار کار هستند اینا از نظر شرعی در واقع زکاتی به اونها تعلق نمیگیرند. به طور مثال یک فردی یک کارگاهی رو در واقع ساخته، کارخانه‌ای رو ساخته و این پولی رو هزینه کرده، مصرف کرده، دستگاه و وسایل خریده، اینا به هیچ عنوان زکات ندارند. درآمدش زکات دارد، درآمد حاصلشون زکات داره. ماشین سنگین داره، اتوبوس داره، هر مورد دیگری که باشه، خود این ماشین ها و خودروهای سنگین اینا زکات ندارن، بلکه درآمدشون زکات دارد. اونم با 2 شرطی که بنده قبلا عرض کردم، با 2 شرطی که قبلا عرض کردم که به سقف زکات برسد و 1 سال کامل بر اون بگذارد. اگر قبل از 1 سال خرج شد هیچ زکاتی بر اون تعلق نمیگیرد و خود این ابزار و وسایل کار به هیچ عنوان زکاتی به اونها تعلق نمیگیرد. یک کسی ماشین سنگین دارد یا یک کسی مثلا کارخانه‌ای دارد، از خود کارخانه و اون کارگاهی که دارد و ابزار و وسایلی که در اونجا هست زکاتی بر اونها تعلق نمیگیرد. چند تا خونه برای خودش ساخته و اینها را به اجاره داده، یعنی امرار معاش میکنه از طریق خونه های مغازه‌ای که به اجاره داده، اینا زکات ندارند، خود اون ملک زکات ندارند. درآمدشون با اون 2 شرطی که عرض کردم اگر این 2 شرط فراهم بود در این صورت زکات به اونها تعلق میگیرد، وگرنه زکاتی بر ابزار کار و وسایل درآمد زکاتی تعلق نمیگیرد. درست. جزاکم الله خیر. آیا جایز هست در جای خواب خود قرآن را تلاوت کنیم؟ بله، الذين يذكرون الله قیاما و قعودا، که جایز هست که انسان مسلمان در هر حالتی که هست، چه در حالت قیام هست یا قعود هست یا وقتی که دراز کشیده و علی جنوبهم که دراز کشیده باشند، انسان مسلمان جایز هست میتواند قرآن رو بخواند. تفاوتی ندارد این قرآنی که میخواند از روی حفظ باشد یا اینکه از روی صفحه موبایلش باشد و حتی اینکه قرآن رو دست گرفته باشد. قرآنی رو مثلا دستش گرفته دراز کشیده، در حالتی که دراز کشیده قرآن میخواند، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد و کاملا جایز هست. بلکه اولاتر و بهترین است انسان که آخرین کلامی که از دهان و زبان اون برمیاد کلام پروردگار باشد و ذکر و اورادی که در واقع حمد و تسبیح پروردگار متعال هستند. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که دچار این هستن که همیشه قطره های ادرار از اون میچکند و سعی میکنند اون رو خشک بکنند اما دوباره میچکند، آیا نمازهایشون گفتن قبول هست یا نه؟ این افراد بله وضویشون
یک حکم جداگانه داره. یعنی یک فردی که سالم هست یک حکم جداگانه براش هست و کسی که بیمار هست و نمیتواند که وضوء خودش رو در واقع کنترل بکند اون یک حکم جداگانه داره. هر کسی که به خاطر نفخ شکم یا به خاطر عدم کنترل ادرار در واقع نمیتواند که خودش رو کنترل بکند، حکمش این است که یعنی در هر وقت نماز وضوء بگیرد. یعنی فرض کنیم وقت نماز ظهر هست یا وقت نماز عصر است، برای نماز ظهر یک وضوء بگیرد، برای نماز عصر یک وضوء، برای نماز مغرب یک وضوء، نماز عشاء و نماز فجر هر یکی یک وضوء جداگانه باید بگیرد. بعد از اینکه وقت داخل بشود اذان ظهر که گفت برود وضوء بگیرد، با این وضوء میتواند تا آخر وقت ظهر نماز بخواند. هم نماز فرض بخواند، هم نماز قضایی بخواند، هم نماز سنت بخواند، هم نماز نفل بخواند. این فردی که معذور هست که نمیتواند ادرار خودش را کنترل بکند یا باد شکم خودش را کنترل بکند، وضوء این شخص با باد شکم، با خروج بادی از شکم یا خروج قطری از ادرار با این نمیشکند. معیار شکستن وضوء برای این فرد این نیست، بلکه معیار شکستن وضوء برای چنین فردی خروج وقت هست، یعنی تمام شدن وقت نماز هست. عرض کردم برای هر نمازی جداگانه وضوء بگیرد تا زمانی که در این وقت نماز هست برای نماز بخواند، ولو اینکه سر نماز هم بازی از شکمش خارج بشود یا مثلا قدری از ادرار بچکد، باز هم وضوء این در واقع نشکسته. این فرد معذور وضویش با خروج وقت نماز میگذرد، نه با اون اتفاقی که برایش افتاده. پس بنابراین برای هر نماز جداگانه وضوء بگیرد و نماز بخواند، ولو اینکه در واقع خطراتی از ادرار بر لباسش اصابت بکند جایز هست نماز بخواند. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تموم شد و متاسفانه امروز نتونستیم که تماس بینندگان رو بگیریم با خاطر مشکلاتی که وجود داشت. انشالله در هفته آینده بتونیم جبران بکنیم و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما بینندگان عزیز را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر.